چون توان نشینم
بچی تر گل بچینم زی حدیقه وسام بچی تر گل بچینم مدد ننود مختم کی دمی شبی قریبم بدو دیده کی توانم کی رخی تو سر بینم 2000 دیده باید که تو را کنن نزارم 2000 دیده باید که تو را کنن نزارم 2000 دیده باید که تو را کنن نزارم. درود عرض میکنیم دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سری حالید. برنامه نوبتی فضا است و دوستان عزیز برنامه ما با یک ترانه زیبا آغاز گردید. در برنامه امروزه فضا اشتراک دارند هنرمندان بخش فرهنگ شهر حصار که با حضور ایشان یک برنامه جالب رو پیشنهاد شما خواهیم کرد. در نزد من نشستند یک نفر هنرمند خیلی محبوب، یک نفر مطربی که واقعا هم در صنعت تاجیک، در پیشرفت صنعت تاجیک سهمی ارزنده دارند. نورعلی داربکوف و همچنین شاگردان ایشان در برنامه ما حضور دارند و حتما که با ترانه های زیبا، با صحبت های دلنشین طبع شما را خوش خواهیم کرد. این ترانه‌ای که عین حال پیشنهاد شد تا جایی که میدونم آهنگ شما است. بله. خب در کدام هوا و در کدام مثلا وضعیت این آهنگ ایجاد شد؟ راستی سر اول من هم سلام و پیامی خودم را به کل بینندگان برنامه فضا رسانیدنی هستم و تمنای آن را دارم که فضا در خانه همه مخلصان، همه آنهایی که این برنامه را دوست می‌دارند تنین انداز باشد و تاریخ پیدایش این سرود عمری زیاده از 15 سال دارد، ممکن بسیارتر باشد، ولی نگفته نماند که این سرود در اجرای یک از آوازخوان‌های دیگری ما سالهای پیش صدا داده بود و امروز من حیات‌های مومن و این سرود را خوانده است. سخنها مخمس بحری بر غزل شاعر شهیر هلالی می باشد و امروز من همراه منم خواهرک‌های مهربان، منم دخترای عزیز وقتی که دلنازه سلطانова بود. بله، دلنازه سلطانова و دیگرها البته حالی معرفی میکنیم در رفت برنامه. وقتی که همراه کار کردیم و از قابلیت دلنازه برخوردار شدم، جایز دانستم که یک بار دیگر این سرود را از نو زنده کنیم، احیا کنیم و پیشکش تماشابینان مخلصان گردانیم. فکر میکنم که با مخلصان خوش میآید و البته امیدوار هستم که آنها توسط این برنامه مثلا با مکتوب‌های خود، با فکرهای خود، البته با سازندگان این برنامه در تماس میشوند البته و فکر و ملاحظه خود را میگویند. این را گفتنی هستم که دلنازه دانشگاه صنعت تاجیکستان را ختم کرده است و کوششی آن را دارد که در آزمان‌هایی که امروز سراسر وطن عزیز ما را فرا گرفتند برآمد نماید. از جمله سال گذشته نیز در آزمان تاجیکستان وطن عزیز من برآمد کرده بود. البته همچنین در بوستان از ما دیدیم. بله در اندلب برآمد کرده بود، در صاحب جای اول گردیده بود و متاسفانه تا دور نهایی آزمون تاجیکستان وطن عزیزم آمد و در اونجا موفق نگردید برای جایزه گرفتن، برای یگان جا گرفتن و من یک چیز را قید کرده هستم که کوشش و غیرت انمی خواهر مهربان برای همه ما در اینجا، مثلا مطربانی که در اینجا ما نشستیم و همراه کار میکنیم، کوشش و غیرت اون را دیده راست دیگه ما البته تمنای اون را داریم، امید داریم که در آزمان‌های آینده باز برآمد میکند دلنازه. بعضی هنرمندانی هستند که مثلا تنها در یک ژانر موفقند و تنها مثلا در یک ژانر موسیقی مثلا ترانه میخونند، ولی ما قبلا برنامه نیز داشتیم و دلنازه در برنامه قبلی ما در ژانر مقام ترانه خوانده بود. بله نگفته نماند که در نزد
бахши фарҳанги шаҳристор филармонияи халқӣ фаъолият дорад ба номи устод тоҷиддин муҳиддинов ва дар назди ин филармония чандин дастаҳое ҳастанд ки ҳам дастаи фалакхоно ҳаст, ҳам дастаи эстрадӣ ҳаст ва дастаи шашмақомхонон ки роҳбарии онро яке аз ҳофизони бисёр хуб шахсе ки аз мактаби мақом бохабар аст, мактаби мақомро тамом кардааст, он соҳиби маълумот аст. хусравҷон муҳиддинов фарзанди яке аз ҳунармандҳои халқии тоҷикистон устод шамсиддин миҳуддинов ҳастанд ва кӯшишу ғайрати ҳамин ҷавонро ман рости гап дида дар канор истода наметавонам ва мехоҳам ки ҳама вақт ҳамроҳи инҳо дасти кӯмакам бошад. аз эҷодиёти онҳо бохабар ҳастам ва кӯшиш мекунам ки барои инҳо чизе ки аз дастам меояд албатта кӯшиши худро дар офаридани суруд, дар офаридани мусиқӣ ба инҳо кӯмак расонам. ташаккур зиёд. ва мехостам аз дилноза бифаҳмам ки масалан устод Нуралӣ Додарбеков як нафар ҳунарманди хеле шинохта ҳастанд дар кишвар. таҷрибаи тақрибан 15 соли корӣ бо устод Зафар Нозимро доштед. дуруст зиёдтар? бале. хуб чӣ гуна аст кор аз инҳо чӣ меомӯзед аслан шумо? барои шумо масалан то чӣ андоза муфид аст кор кардан бо ин нафар? рости устод бисёр инсони хуб аст ки моро дастгирӣ мекунанд. бисёр озмуно буд. 2017 андале буд, 2018 бустон буд ки мо ҷои аввал гирифтем дар бадиҳа. беҳтарин аст устод ки мара дастгирӣ мекунанд. аз ин бисёр чизо меомӯзам. офарин, хаста набошед. ва ман фикр мекунам ки боз ҳам навбати он расидааст ки як тарона бишнавем. дастовизи дигар чӣ аст устод? Сабри Рабониро мехоҳам маърифӣ намоям. яке аз шахсҳое ки соҳиб мактаб ҳастанд, яъне соҳиби яъне ки аз мактаби санъат бархурдор ҳастанд, хатм кардаи консерваторияи миллӣ мебошанд. дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ҷои сеюмро гирифтед. бале хушбахтона. рости гап ман аввал намедонистам ки Сабрина омодагӣ доранд ва дар ҳамон озмун вақте ки бо дигар иштирокчиёни ҳамон озмун аз шаҳри Ҳисор ширкат доштем, мо ҳам Сабрина Бонуро дидам ҳамроҳи фарзандони худ бо ансамбли оилавӣ, бо гурӯҳи оилавияшон баромад кардан. рости гап бисёр хурсанд шудам, ифтихор кардам ки аз хонадони ҳунарманд, аз хонадони ҳамин хел санъаткорон ногуфта намонад ки оилаи Сабрина Бону яке аз устодони хуби мақом ҳастанд. Дилшодҷон ва солиёни зиёд дар ансамбли давлатии шашмақомхонони кумитаи телевизион ва радио кор карданд. аз эҷодиёти он ҳам бохабар ҳастам ва имрӯз ман кӯшиш кардам ки барои Сабрина Бону аз эҷодиёти яке аз шоирони муосири худамон Мирзо Ҷамол суруде эҷод кардам ва ҳамроҳ вақте ки кор кардем ман оҳанг моли шумо аст? бале, оҳанг аз ман аст ва ман чӣ мегӯям, рости гап як сухани дигар аст ки мушк он аст ки худ бибӯяд, на он ки аттор бигӯяд. ва кӯшиш мекунем ки ҳозир ҳамин таронаро пешкаши тамошобинон, пешкаши мухлисони созу суруд намоем. گلشنی رویش بیدیدن
صفای گوشن رویش به دیدن آرزو دارم که بازی عقل و هوشم را پری پرواز سبحانیست که بازی عقل و هوشم را پری پرواز سبحانیست سواد نوز خیمویش کشیدم سور مسابر چشم کی مه را دیده در شبها صفای نور رحمانیست زیوم سجده می آید نسیمی وعده وصلش لب سجاده بنشستم برایم تلخ سلطانیست لب سجاده بنشستم برایم تلخ سلطانیست بابی خان نوردوشم به سودایی خیالی او گران آید اگر وصلش ولی هجرش چی ارزانیست نهالی باقی هجران را بود روز سمراجی لبانی غنچه بگشاید بهاری ما که زندانیست لبانی غنچه بگشاید بهاری ما که زندانیست لبانی غنچه بگشاید بهاری ما که زندانیست. تشکر زیاد صبرینه، خسته نباشید. بیاید یکم درباره آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من حرف زنیم. چنانکه که استاد در بالا گفتند شما همراه عائله خود فرزندان خود در این آزمون اشتراک کردید. از کدام نامیناسیون بود و چی پیشنهاد کردید به آزمون؟ خیلی که به همگان معلوم است طی چند سال می شود که این آزمون در جمهوری گذرانده شده ایستاده است و امسال ما همراه فرزندانم من و دخترچه‌هایم به این آزمون نام‌نویس شدیم و ما در این آزمون در نامیناسیون سرایندگی ژانر عنعنوی برآمد کردیم و خوشبختانه به جای سوم شدیم. چگونه ترانه‌ها پیشنهاد کردید؟ انسامبل عائلوی بوده؟ بله، ما انسامبل عائلوی گلوف‌ها از در این آزمون اشتراک کردیم و در هر دوری که مثلا میگذشت ما یک سرود پیشنهاد میکردیم، ترانه‌های خلقی. بله، از ایجادیات دلشاد گلوف در یک دورش اجرا کردیم و در دوری، یعنی در همون دوری که ما صاحب جای شدیم، دور نهایی، بله، یک ترانه از کلاسیکی بود، از آهنگ‌های شش مقام بود. و کدام ترانه بود؟ میشود یک
دو مصرعش را بخوان. بله بله. نوبهار آمد گلستان از پی نشو نماست. نوبهار آمد گلستان از پی نشو نماست. غنچه خسبانی چمن را غنچه گل متکاست. غنچه خسبانی چمن را غنچه گل متکاست. تشکر. دخترچه های شما چند سال داشتن؟ دخترچه های من دخترچه کلونی هم بیبی مریم صنف هفتم میخواند و دخترچه دویمنگی هم مهرانه در صنف ششم میخواند. در خانه تمرین میکنند؟ بله بله، چون اویله ما اویله صنعتکار هستند، پدرشان صنعتکار هستند، من هم در ساحه صنعت مثلا کار فعالیت دارم و فضای اویله ما هم وقت خیلی سرود و موسیقی. بله تشکر زیاد، خسته نباشید. باور داریم که از این موفقیت بیشتر به دست میارید و صحبت رو با شما استاد ادامه میدیم. شما یک زمان با هنرمند معروف چگونه که در بالا گفتیم استاد ظفر ناظم کار کردید و تجربه های زیاد دارید در فعالیت کاری شما. بخواستم بدونم که در آن وقت نظام چگونه بود، چگونه طلبات بود و چه خاطره ها دارید از اون روز؟ راستی فرقت جان برای من یک افتخار است. یک افتخار است که قسمت برای من نصیب کرده بود است که با بسیاری از هنرمندان شناخته، استادان صنعت تاجیکستان کار و فعالیت کردم و از هر یکی آنها در هر دوره‌ای که همراهشون کار میکردم ذره ذره یک چیز برای خود آموختم و قله عالی‌ترین در ایجادیات من، در کار و فعالیت من همراه البته شادروان پدر معنویم هنرمند خلقی تاجیکستان استاد ظفر ناظم بودند که همراه اون کس من بسیار از نازکی‌های صنعت علل خصوص از تحلیل شعر، از انتخاب متن برخوردار شدم و دوره‌هایی که همراه استاد ظفر ناظم من کار میکردم شادروان برای هر یکی ما در هر یک برآمدهای کنسرتی ما پیش و در وقتی مشق کردن ما برای همه ما میگفتند که اهمیت دادن در کار برای چیزی میخواندگی خودتون، اگر خودتون مثلا معنی او نفهمیتون درک نکنیتون با شنونده فهمانده نمیتوانید و من راست گپ از قسمت بسیار راضی هستم. از قسمت بسیار راضی هستم و شکرانه میکنم، شکرانه بی اندازه میکنم که همراهی چون این استادان من اگر نامبر کنم بخیالم که وقت نمیرسد. تمام هنرمندایی که هنرمندای معروف تاجیکستان البته برای من نصیب کرده بود است که همراه آنها در بسیار سفرهای هنری بودیم، هم در جمهوری خودمان هم بیرون از جمهوری خودمان با بسیار دولت‌های خارجی سفر کرده هستیم. برای من البته یک فخر است. در همین مثلا همکاری ها آهنگ‌های خود را پیشنهاد می‌کردید؟ استاد ظفر ناظم اگه آهنگ شما را خواندن؟ نه راستگی متاسفانه همراه ظفر ناظم کار کردن البته یک خیلی سختگیر بودن. بسیار البته یک چی میگم ما غیرت نمی‌کردیم که ما مثلا آهنگ خود را پیشنهاد محض به استاد ظفر ناظم کنیم و البته در انسامبلی که ما کار می‌کردیم اون وقت انسامبل گنجینه رو تأسیس کرده بودیم، ما تأسیس داده بودیم. دیگر هنرمندانی بودند که در اونجا کار و فعالیت میکردن و بسیاری از هنرمندان سرودهای ما رو میخوندن. انا همون وقت از جمله سبحان سعیدov خواندگی است، از جمله کریم جان نظرov خواندگی است سرودهای مرا، حیاتای مومنova خواندگی است سرودهای مرا. همه در انسامبل گنجینه؟ بله همه این نفران در انسامبل گنجینه کار میکردن و بعدا در دیگر جایهایی که من البته کار و فعالیت کردم دیگر هنرمندان جوان علل خصوص من بسیار شوق و رغبت من برای همین تربیه جوانان راستگی بود که همونها رشد کنن البته و من میفخرم که توسط من همین سرودهای آفریده من آهنگای ایجاد کردگی من بسیار اینها در جمهوری البته شناخته شدند و با خیلی موفقیت‌های کسبیشان نایل گردیدند و امروز هم من خوشبخت هستم که این همین خواهرکا همین دختر جانای مهربان مثلا برای من نصیب کرده است که من باز میتونم همراه اینها شینم کار کنم و اون چیزی که برای من دسترس است یک ذره هم باشد عقلا برای اینها یک کمکی مثلا ایجادی شود برای کارشون، برای پیشرفت ایجادیاتشون.
تشکر. و باز هم فکر میکنم نوبت ساز و سرود رسید و چی دستاویزی دیگر است؟ من روز گپ همین روز یک دو سرودی نوی که امروز یکتاش در اجرای صبری ربانی شنیدید و سرود دیگرش رو شاهنوزه جان خواهر مهربان البته به سمی هواداران سرود و موسیقی البته پیشکش میکنم. اینها هر دو سرودها از ایجادیات شاعر میرزا جمال میباشند و هر دوشان به تازگی ایجاد شده هستند و باری اول صدا داده ایستادند. بله، باری اول چی میگویند صدا داده ایستادند و من چنانه که گفتیم درباره دلنوزه گپ زدیم، درباره صبری نبانو گپ زدیم و میخواستم که خود شاهنوزه پیش از سرود خواندن یک چند سخن درباره فعالیت خودش گپ زده باشد. شاهنوزه اشتراکی از اشتراکیان فعال آواز تنوی بودن. بله، از خود کودکیش. بله، من یادم هست ما اون وقت مثلا در مکتب میانه تحصیل میکردیم، شاهنوزه در همین آزمون تلویزیونی جای اول رو صاحب شده بوده. خب از اون وقت مثلا فکر می‌کنم 12 سال تقریبا سپری گردید. در این میان چی پیشرفت داشته، چی کارها انجام داده؟ من سالی که با آزمون آواز تلویزیونی رفتم در صنف هفتم میخوندم، از همونجا سر کردم من فعالیتم رو ادامه دادم. بعدی که مکتب میانه تحصیل کردید؟ تحصیل کردم، بعد با دانشکده دولتی صنعت داخل شدم، باز برگشتم با همین صنعت، باز فعالیت دارم. چند مدت شد؟ طول 4 سال است که من در همین انسامبل شش مقام کار میکنم. و غیر از ژانر مقام در ژانرهای دیگر نیز سرود میخوانید؟ بله. خب و دستاویز چی است؟ چی ترانه است؟ سرود دوشنبه با استاد تیار کردیم، میخوام که پیشنهاد کنم. مرحمت، بفرمایید. بهجی شهر گل بدامانت وزید، سبز و خورم باغ و بستانت وزید، مسکنی تیر و کمان فواره ها، مشعلی نوری شبستانت وزید. شهری آباد و جوان، دولتت پاینده بادا در جهان. بشارت بر جهان، می‌دهد از ما بشارت بر جهان، که این وطن آباد و زیبا گشته است،
لب‌های هر پیر و جوان ای دوشنبه پایتخت تاجیکان بخت و اقبالی تو باشد جاودان من همه فخرم که دارم آشیان در کنار از شهر محبوب بجان من همه فخرم که دارم آشیان در کنار از شهر محبوب بجان آبی دریایی تو صاف است و زلال از هوایت کس نمی‌یابد زوال از هوایت کس نمی‌یابد زوال شدم از نوجو برآرد ای وطن ای دوشنبه شهر زیبایی جمال از خدا خواهم که ای شهری جوان تو ابد باشد بهارت به خزان ای دوشنبه پایتخت تاجیکان بخت و اقبالی تو باشد جاودان من همه فخرم که دارم آشیان در کنارت شهر محبوب بجان ای دوشنبه پایتخت تاجیکان ای دوشنبه پایتخت تاجیکان بار دیگر درود عرض میکنیم دوستان ارجمند. برنامه فضا است و یادآور میشیم که در برنامه امروزه فضا حضور دارند هنرمندان بخش فرهنگ شهری حصار با رهبری یک نفر مطرب چیردست نورعلی دادربیکوف و دو ترانه آخری که پیشنهاد بیننده ما شد گفتید که این ترانه ها را به تازگی ایجاد کردید. در چه حال و هوای این ترانه ها را ایجاد کردید و چه انگیزه داد به شما؟ راست گپ ترانه آخرونه که در اجرای شاهنازه خواهر مهربان شنیدیم البته یگان شخصی ایجادکار را بی‌طرف مانده نمیتواند. این سخنهایی که در اینجا گفته شده است البته وحشی شهر گل بدامانت بزیب سبز و خرم باغ و بستانت بزیب مسکنی تیر و کمان فواره ها مشعلی نوری شبستانت بزیب همه همین چیزا را چیزی که شاعری در اینجا وصف کرده است البته ما با چشم سر البته در هر یک قدمی که در پایتخت عزیزمان میگذاریم ما میبینیم اون رو و شاد هستیم که همین خیلی گلگشت های زیبا داریم همین خیلی فواره های زیبا داریم و من میفخرم راست دیگه که برای من میسر شد همچون ایجادکار در وصف همین آبادی های شهر عزیزم پایتخت عزیزم دوشنبه سرودی آفریده باشم. سرودی که من میخواهم همین خواهرک های مهربان من در اینجا حضور دارن هر یک اینها همین روز یک ترانه یک سرودی با آهنگ های ایجاد کرده من خواندم و من بسیار شدم. راست دیگه برای من یک افتخار است. بازم تکرار میکنم که برای جوانان ذره هم باشد میتوانم که کمک خود رو برای ایجادیاتشان رسانم. و ببینید من یک سوال داشتم مثلا مطربان آهنگسازان بیشتر وقت پس پرده میمونن یعنی تلاش بیشتر برای آفریدن یک ترانه کاری آهنگساز است کاری مطرب است و شما در همین سمت چه نظر دارید یعنی شما بیشتر مثلا دیگران را معرفی میکنید و خود پسی پرده میمانید؟ راست گپ که فکر من این گونه نیست. البته هر یک چیزی خوبی که باشد هر یک آفرنده سرود و آهنگ اگر یگان اثر خوبی آفرد البته او معرفی می شود برای مردم و اگر از طرف مردم از جانب شنونده اگر او قبول شد اگر خواه و نخواه البته مؤلف او البته شناس می شود با مردم. برای واسطه های من همین برنامه های تلویزیونی که مثلا بسیار خوب برای مانده شده هستن معرفی می شویم همه ما و من نیز در با سخن های با ایجادیات آذرخش سرود آفریدم که
آنامین سه خواهرک مهربان اجرا میکنن یک جویا و هم‌آوازی آنها. مادر فرشته تر ز تمام فرشته هاست میگوید. در وصف مادران چقدر که اگر گفتند و گویم و باز گویند، البته این ما خدمت خدامان را البته در نزد مادران به جا آوردن نمیتونیم فکر میکنیم و بسیار سخنان برای من معقول شد که از آذرخش میباشد. مادر میگوید فرشته تر ز تمام فرشته هاست و این هم نو ایجاد کرد. بله، نو ایجاد کرده. این یگان جا صدا دادگی نیست است و من میخواهم که همین خواهرکای مهربانی من روی صحنه یک بار دیگر بیان روبرو شوم با تماشابینان برنامه فضا و یک بار دیگر. شما گفته میتوانید که برنامه فضا برای هنرمندان شما انگیزه میدهد، یعنی بله چرا که کارهای تازه پیش چرا ما اینا گفتنی میخوام که فرخا جان باری اول نیست که در این برنامه ما شرکت ورزیده شدیم. با همراهی دیگر هنرمندان هنری آنها را نشان داده ایم و مخلصان خود را علاقه پیدا کردن همین هنرمندان، همین صنعتکاران. و امروز هر یکی که فکر میکنم در اول گفته گذاشتم میخواهم که باز هم همین فضایی که در همین فضا حکم فرما هست وارد خاندان هر یک مردمی تاجیکستانی عزیزی من باشد و بیرون از کشوری من هم زبانهای ما گوش کنن، همین را بهره برند. میخواهم با اجازت همه شما سرودی که در وصف مادران ایجاد کردگیم همه همین خواهرکای مهربانی من روی صحنه بیان یک بارو اجرا نمایند. تشکر زیاد، خسته نباشید. و واقعا امروز با حضور شما یک برنامه جالب داشتیم. از ایجادیات شما واقف کردیم، از ترانه‌های تازه‌ای که شما آفریدید واقف کردید و باور داریم که باز هم بیشتر ایجاد میکنید، باز هم بیشتر جوانان را در همین سطح تربیت میکنید و باز هم جوانان محض با مثلا توصیه های شما، با مصلحت های شما رشد میکنن، پیش میروند. بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم به برنامه فضا. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه فضا رسیدیم. در انتها به شما سربلندی تمنا داریم. فرشته ها